در پایتخت اوکراین رهبران مخالفین بعد درگیری‌های اعتراضگران با نیروهای پلیس که 3 کشته به جا گذاشت از طرفداران خود خواستند که از خشونت خودداری نمایند، ولی آنها تهدید کردند که اگر رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ انتخابات پیش از مهلت دعوت نکند اعتراضگران به حمله خواهند گذاشت. در آذربایجان عیسی شهمرلی را به خاک سپردند. جسد این فعال 20 ساله در منزلش در باکو با علامت‌های خودکشی یافت شد. او رهبری لیگ اقلیت‌های جنسی را بر عهده داشت. او در نامه خیربادش نوشته است که این کشور و این دنیا برای او نیست. دادگاه عالی روسیه حکم رهایی پیش از مهلت تاجر سابق نفت پلاتون لبدف را صادر کرد. لبدف که با اتهامات به گفته خود او سیاسی بیش از 10 سال را پشت پنجره به سر برد، باید ماه می آزاد میشد. شریک او میخائیل خودورکوفسکی روز 20 دکبر عفو شد. در پشاور در شمال و غرب پاکستان ژورنالیستان به نشان اعتراض به قتل 3 کارگر تلویزیون در حمله اخیری که مسئولیتش را تحریک طالبان به دوش گرفت دست به گروسنشینی زدند. این اعتراض در پرس کلوب پشاور که در سال 2009 هدف حمله مرگ طلبانه قرار گرفته بود ادامه دارد. فعال معروف قزاق مختار توجان در شهر الماتا با طلب بستن آزمایشگاه نظامی روسیه در قلمرو قزاقستان دست به اعتراض انفرادی زده است. توجان عکس‌های کودکانی را به نمایش گذاشت که در اطراف این آزمایشگاه به دنیا آمده از امراض مادرزاد اذیت می‌کشند. مختار توجان به دلایل محیط زیستی بستن پایگاه کیهانی بیکانور را نیز طلب دارد. مقامات اضطراری در ولایت فراه در غرب افغانستان به حدود 500 خانواده بیجا شده لباس گرم زمستانه و اشیاء دیگر رساندند. مقامات میگویند در اینجا حدود 1500 خانواده در خیمه ها به سر میبرند. آنها به دلیل بی‌ثباتی مکان زیستی دائمی خود را در ولایت‌های همسایه ترک گرفته‌اند.